در روایت هست میفرماد در بین جمع کسی رو نصیحت نکن. میگیم چرا؟ میفرماد در بین جمع نصیحت کنید سرزنش. بسیاری از گناهان هست تو دنیا مجازات نداره، بسیاری از گناهان. بعضی از گناه ها هست تو دنیا مجازات داره. یکی از گناهانی که تو دنیا قطعا مجازات داره سرزنشه. خیلی عجیب. من یه بار پای سفره بودم، با بچه ها نشسته بودیم دور سفره، بابامونم نشسته بود. این برادر کوچیکه ما اومد یه قاشق ماست برداره بخوره، چکید رو پاش. من حالت سرزنش رو میگم نگاه کن ریختی که. 2 دقیقه بعد من اومدم بردم منم چکید. بابام همونجا گفت ببین نگرداش فیلم، گفتش که نگاه کن سرزنش کردی به سر خودتون. اصلا این صحنه یادم نمیده. گفت هیچ وقت هیچ کسی رو سرزنش نکن، تو سرت میخوره میاره خدا. گفتم من مراقب بودم که خودم اینجوری نشم. گفت خدا یه کاری میکنه مراقب نباشی و بریزه ماست رو پات، چون سرزنش کردی میکوبدت به دیوار. اصلا حک شد ذهن ما.